زمانی آماده کردن برای ما. میخوای سریع مواد؟ بله خواهش میکنم. ما بعد از اینکه مرغو درون فر گذاشتیم، خب البته امکان داره فر نداشته باشن، بخوان از تابه استفاده کنن، هیچ ایرادی نداره، فقط در به تابه بسته بشه که مرغشون مغز پخت بشه. بله. بعد از زمان 10 یا 15 دقیقه برای فر کافیه. درون تابه یا قابلمه یه مقداری زمانش بیشتر بشه. بعد تو اون فاصله که من در بخش اول نتونستم سوپ رو کامل آماده کنم، یه توضیح راجع به سوپ میدم. ما بعد از اینکه کل سبزیجات رو اضافه کردیم، مقداری تلف میدیم تا اون حالتشون رو بتونن حفظ کنن و توی سوپ یه مقدار بله الان عرض میکنم، خواهش میکنم. پیاز، سیب زمینی، البته به دلخواه میتونید تغییر بدید، هیچ مشکلی نداره. سبزی مثل لوبیا سبز دوست اضافه کنید، گل کلم میتونید اضافه کنید، کلم بروکلی، اینا به دلخواه میتونید سبزیجات رو تغییر بدید. ولی خب سبزیجاتی که من استفاده کردم از پیاز بود، از سیب زمینی بود، هویج بود، ارزم قارچ بود که استفاده کردم و 2 تا برگ سبزیجاتی که معطر باشه استفاده کردم، مثل گشنیز و اسفناج. و در انتها من معمولا اسفناج و گشنیز رو اضافه میکنم به خاطر اینکه اون رنگشون رو حفظ کنه و حالتشون رو حفظ کنه و اون ظاهر خوبی رو درون سوپ ما داشته باشه. خب من سوپمو با تزییناتش رو با یک خمیر هزارلا انجام دادم که بسیار تزیین خوبیه. اگر اجازه بفرمایید جناب تشکر، من یک قسمتی از این سوپو برای شما. برای من؟ بله، حالا برای بینندگان شما خواستید میل کنید، خواهش میکنم. سوپ و به همراه مقداری از این نون خمیر رو میتونن میل کنن که خب با استفاده از مرغ اگر داخلین باشه میتونه حتی یک وعده غذایی خیلی کاملی باشه برای استفاده. خواهش میکنم. فقط اون سوسی که گفتی اضافه شو که نگه داشتید داخل، ما اضافه شو درون تابه میریزیم و مقداری حرارت میدیم تا به حالت یک مقدار غلظت پیدا کنه و در پایان وقتی که مرغ ما از فر منتقل شد، ما روی مرغ و سرو میکنیم. بسیار سلام. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. ممنون، خیلی لطف کردید آقای زمانی. از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم بابت همراهیتون. شب آرامی رو برای شما آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارت. حتی وقتی که نباشه حس بودنش تو خونه. زندگیمون گاهی خب ما چیزی حدود 3 دقیقه زمان داریم. سرعت عمل شما رو میخوام ببینیم. من میخوام تو این فاصله سوپم آماده بکنم، خواهش میکنم. خب برای سوپ من قارچمو یه مقدار تفت میدم، کنار میذارم و بعد میرم برای سبزیجاتم. مقداری روغن رو میریزم. اول اجازه بدید روغنتون مقداری گرم بشه، برای اینکه ما نمیخوایم قارچ ما آب بندازه. من قارچ رو شروع میکنم به خرد کردن. همین 3-4 تا قارچ کفایت میکنه؟ بله، حالا تو دستور من میزان رو گفتم خدمت بینندگان. البته به علت ضیقه وقت، حالا اگر که ادامه سوپو بتونم جناب تشکر در انتهای برنامه. بله حالا میخواید مواد دیگه من مقداری که بکنید همونقدر کفایت. خواهش میکنم. من مقداری که قارچ من آماده شد توی روغن میریزم. البته ابتدا هم نمیزنم، یه مقدار نمک و فلفل میزنم برای اینکه قارچ آب نندازه. بفرمایید. خواهش میکنم. و بعد به حالتی که چون نیاز نیست به این قارچ به اینکه ما بخوایم با کفگیر هم بزنیم، بله نیازی نیست هم بزنیم. من دیگه چیکار میکنید؟ خب پیازمو خرد میکنم. یه برش، برای اینکه من میخوام پیاز با حالت نگینی خرد بشه. اگر بخوایم نگینی بشه باید یک مقدار ما پیازمون رو از وسط یک برش دیگه بزنیم تا بتونیم کاملا نگینی داریم. بله من اضافه پیاز رو سرش کنم. یه مقدارم باز روی پیازم بیشتر خرد میکنم. همون رو اضافه میکنید یا؟ بله تشکر، همین رو من اضافه میکنم.
به قارچ اضافه نمی‌کنید؟ نه به قارچ اضافه نمیشه. مقداری روغن اضافه میکنم، جداگونه تفت میدم. من برای اینکه قارچم آب نندازه این کار انجام دادم. این دیگه هم زدن نمیخواد؟ نه چرا فقط. خب باشه شما به کارتون برسید بی زحمت. من خواهش میکنم. پیاز و مقداری تفت میدم جناب تشکر. در این حد بلدم حالا همینجوری. خواهش میکنم. خانم امینیان میگفت آشپزخونه رو دوست دارید شما باشید اونجا. گفتم ای چرا بد نیست. بالاخره خوبه دیگه. خب هویجمون رو من به صورت فارسی برش میزنم. بله. و بعد هویج رو به صورت نواری یا خلالی خرد میکنم. هویج هم همین وضعیت. بله. چون وقتی سوپ سبزیجات میگیم ما میتونیم از تمام سبزیجات استفاده بکنیم. ممنوعیتی برای استفاده از سبزیجات نیست. دقت کنید بهتره که هم میزنم به هر حال تا طلایی بشه، رنگش باید به رنگ طلایی ده، چون ما طعمو میخوایم داخل این سوپ. درست. هویج رو هم دارید، هویج رو هم نگینی خورد میکنید؟ بله البته خب میتونید تغییر بدید حالتهای خرد کردن و حالا یا به شکل حبه قندی یا نگینی درشت یا نگینی ریز میتونید انجام بدید. ببخشید من الان بیننده ها میگن ما ندیدیم با کت شلوار برن پشت مثلا اجاقات بیستن کاری نیست. نه دیگه در این حد حرفه‌ای نیستم. نه خواهش می‌کنم. خب من یه مقداری که این تفت خورد هویجمو اضافه میکنم جناب تشکر. من مشکلی ندارم اضافه خواهش میکنم. چیز دیگه هم اگه هست چیا رو قرار اضافه کنیم؟ عرضم به خدمت شما پیاز و هویج و سیرم هم ساتوری میکنم اضافه میکنم. 30 ثانیه میتونی این کارو بکنی؟ ان شاءالله سعی میکنی. ببینم دیگه. مواظب انگشتت باش. بله سیرم حواسش به قارچ هست میگه سوخت. نه شما نگران نباش. نه قارچ از اون کارو بکن. بله خواهش میکنم. بسیار خوبه. خواهش میکنم. تمومه این بخش بعدی. خب حالا بقیه اون سبزیجاتی هم که میخوای اضافه بکنی ان شاءالله اضافه میکنم و در ادامه بخش بعدی خواهش. خیلی متشکرم. ممنون. کجا باید بریم؟ اذان. بله. به لحظات ملکوتی اذان و مغرب داریم نزدیک میشیم. التماس و دعا میریم به پخش و بعد میگردیم در خدمتتون هستیم. آمدید. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. امروز مرغ و گشنیز و یک سوپ انتخاب کردم برای این برنامه. یعنی غذامو مرغ و گشنیزه؟ بله غذای ما مرغ و گشنیزه و یک سوپ سبزیجات هم بله انتخاب کردم که عرضم به خدمت شما تو این هوای سرد پاییزی میتونه یک پیشغذای خیلی خوبی باشه در کنار سفره ما. خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید من مواد لازم خواهش میکنم. سینه مرغ 4 عدد، البته میزانی که عرض میکنم خدمت شما برای 4 نفره. سیر 2 حبه. بله. فلفل سبز تازه 1 عدد. زنجبیل تازه 1 قاشق غذاخوری یا میتونیم به اندازه ریشه به سانتی متر بگیم به اندازه 2 سانتی متر از ریشه خود زنجبیل تازه. گشنیز خرد شده 4 قاشق غذاخوری. آب لیمو ترش 3 قاشق غذاخوری. سس سویا 2 قاشق غذاخوری. شکر 1 قاشق غذاخوری. شیر نارگیل 175 میلی لیتر. برای تهیه شیر نارگیل یه توضیح عرض کنم که ما میتونیم حالا اگر نارگیل تازه نبود از خود براده های نارگیل استفاده بکنیم و عرضم به خدمت شما با شیر مقداری بجوشونیم و به عنوان شیر نارگیل در این غذا استفاده بکنیم. برنج معطر ایرانی که من از برنج حاج رمضان استفاده کردم، برنج تارم فریدون کنار استفاده کردم که بسیار برنج خوش عطر خوبیه. اگه اجازه فرمایید من کارو شروع میکنم. خواهش میکنم. خب برای شروع کار ابتدا سینه مرغ ما باید روی اون تخته کارمون 3 تا برش نسبتاً عمیق، خیلی عمیق نباشه که کاملا قطع بشه. این برش کامل؟ بله نیاز نیست برش کامل. دقت کنید اگر بخواید از قسمت‌های دیگه مرغ هم استفاده کنید ما میتونیم از رون استفاده بکنیم و اونم به همین شکل برش میزنیم. فقط تفاوت رون با سینه اینه که رون مرغ زمان بیشتری به پخت نیاز داره. من سطح مرغمو کامل برش ها رو میزنم. خب بعد سس گشنیزمو میخوام آماده بکنم. با توجه به اینکه نیاز داریم به یک سس که کاملا پوره باشه من از یک میکسر استفاده میکنم و تمام موادمو میکس میکنم. خب ابتدا سیر. خب بعد برش هایی که زدی بعد من با این موادی که مرینت میکنم یا مزه‌دار میکنم و بعد درون فر میگذارم. سیر، فلفل. یه حبه‌شو استفاده بله کافیه. ریشه زنجبیل. بله. رنده پوست لیمو. پوست لیمو. بله.
برای طعمدار کردنش یک نصف لیمو یا به همون اندازه 3 قاشق غذاخوری میتونیم آب لیمو بگیم استفاده بکنیم. خب بذارید من بله خواهش میکنم بیارم جلوتر. بله بله. گشنیز ساتوری شده، فرمودید 4 قاشق؟ بله بله 4 قاشق غذا. ببینم حواسم جمعه یا نه. خب سس سویا دیگه، شکر. جناب تشکر. هرچی مواد اولیه داری بله میاری دیگه. بله تمام مواد ما باید هم به عنوان سس استفاده میشه، هم به عنوان مواد مزه‌دار کننده و در انتها هم شیر نارگیل اون اضافه. جا مونده بود؟ نه در آخر اضافه میکنیم. بله زیاد خواهش میکنم. بسیار عالی. خب من یه مقدار نمک و فلفلم میزنم. البته سس سویا نمک داره، شوری داره، نیاز نیست ما از نمک استفاده کنیم، ولی باز هم استفاده کردیم هیچ ایرادی نداره. خب خوبه این اندازه ما جان خب خواهش میکنم. سس سویا از تخمیر لوبیای سویا درست میشه و شورمزه است و خب چون سبک غذای ما به سبک آسیای شرقی درست میشه، اولا خب ما از اون موادی که اصل اون غذا داره و باید استفادهش تو بیس کار هست و استفاده کنیم استفاده میکنیم و بعد یه مقدار نرمی هم به خود گوشت میده. کمک میکنه. بله بله 100% باید نمک رو کم کنیم که بتونیم. بله خب من سینه های مرغ رو میریزم. از این موادی که به عنوان مزه‌دار کردن آماده کردیم روی این مرغ ریخته میشه و استراحت میدیم به مرغ. حداقل باید شما 2 ساعت رو به مرغ استراحت بدید و بعد از 2 ساعت بله خواهش می‌کنم بعد از 2 ساعت مرغ رو درون فر بذارید تا کاملا پخته بشه. بهتره که روی گریل قرار بگیره، یعنی زیر گریل قرار بگیره، شعله از بالا باشه. نیازی به درجه نیست که بگم درجه 200 درجه باشه، چون گریل یک درجه تنظیم ثابت داره. آقای نمازی همه سس رو استفاده نکردید، ممکنه بعدا استفاده بکنید؟ یک مقدارشو میخوام سسی که برای روش موقع سرو روی حرارت قرار بگه و استفاده کنم. بسیار. خب من تو این زمان خب البته الان جناب آقای تشکر چون زمان نداریم من مرغ توی فر میذارم و بعد میام ادامه کارمو میدم. حالا زمانی نداشتیم برای مزه‌دار کردن، من فرا از قبل گرم کرده بودم که ولی اون بتونم 2 ساعت استراحتی که گفتید حتما باید باشه. بله خب من اگه اجازه بفرمایید سوپمو شروع بکنم آماده کردم. آقای نوازی ریشه ببخشید عذرخواهی می‌کنم، ریشه زنجبیل رو گفتن از کجا تهیه کنن؟ شما ریشه زنجبیل یه گیاه بومی هندیه که میتونید از توی بازار تهیه بکنید. اگرم نشد از پودرش هم میشه استفاده کرد. عطاری یا پودرش رو دارم، ولی شما میتونید از بازارهای سبزیجات میدون تره بار میتونید تهیه بکنید. خواهش میکنم. اگه نشه هم پودرش هم کار راه بله بله مشکل. خب ما چیزی حدود 3 دقیقه زمان داریم، سرعت عمل شما رو میخوایم ببینیم. من میخوام تو این فاصله سوپمو آماده بکنم. خواهش میکنم. خب برای سوپ من قارچمو یه مقدار تفت میدم کنار میذارم و بعد میرم برای سبزیجاتم. مقداری روغن رو میریزم. اول اجازه بدید روغنتون مقداری گرم بشه برای اینکه ما نمیخوایم قارچ ما آب بندازه. من قارچو